سلام دوستان گلم، امروز با هم در 10 دقیقه پیش رو با 10 تا از بی‌رحم‌ترین و وحشتناکترین قاتلین زنجیره‌ای آشنا میشیم. خب پس الان برنگرد، چون امکان داره همین حالا پشت سرت ایستاده باشن شرورترین هیولاهای تاریخ، المونسترو، بدنامترین و خطرناکترین قاتل زنجیره‌ای همه دوران‌ها. اون دیگه پشت میله‌های زندان نیست و اون تنها نیست. خب بذارید از اول شروع کنیم. خوشحال میشم همین الان کانال کندو رو سابسکرایب کنید و از این پس مفتخریم هر هفته با 3 ویدیو منحصر به کانال کندو و بهترین و جذابترین موضوعات در خدمتتون باشیم. چه تفاوتی در واقع بین قتل زنجیره‌ای و قتل عام جمعی وجود دارد؟ ورق میزنیم و معنی واژگان را به هم ربط میدهیم. قتل زنجیره‌ای عبارت است از ارتکاب به 2 یا چند قتل که در وقایع جداگانه‌ای صورت میگیرد و اما عمدتاً توسط یک مجرم صورت میگیرد. از طرفی قتل عام در معنای انگلیسی جینوساید به کشتار تعداد زیادی انسان‌ها در مدت زمان کوتاهی و توسط یک یا چند نفر همزمان و در یک مکان تلقی می شود. مثل حلبچه که صدام در یک لحظه با فرمانی که به علی شیمیایی داد 5000 کرد رو در آن واحد با بمب شیمیایی به قتل رساند. اما ظاهراً هر دو یک نقطه اشتراک دارند. منظورم قتل زنجیره‌ای و قتل عامه. عاملان در حین ارتکاب به قتل اکثراً افراد خونسردی هستند. در اینجا با 10 تا از خونسردترین مجرمین قتل‌های زنجیره‌ای در قرن اخیر آشنا میشیم. شماره 10: الکساندر پیچوشکین. شما شطرنج بازی می‌کنید. الکساندر هم یکی از بازیکنان حرفه‌ای شطرنج است. البته نه با مهره، بلکه با انسان‌ها. با عنوان قاتل شطرنج روسی به قتل حداقل 48 مرد محکوم شده که در واقع او شخصاً به 61 مورد اعتراف کرده است. خفه می‌کرده، ضرب و شتم تا سرحد مرگ و یا با ضربه گلوله‌ای قربانی را از پا در می‌آورده. چرا این کارو می‌کرده؟ او که امروزه 46 سال سن دارد، می‌خواسته برای تک تک 64 خانه شطرنج یک قربانی داشته باشه. سال 2007 الکساندر پیچوشکین به حبس ابد محکوم شد. شماره 9: جاوید اقبال. یک مرد چه جرمی باید مرتکب شده باشد که دادگاه پاکستان در سال 1999 برای او این حکم را بریده است؟ جاوید اقبال 100 بار به مرگ محکوم شد. او دست به یک زنجیره از قتل‌هایی زده بود که در آن بدن بیجان قربانیان را پس از کشتن در 100 قطعه برش داده و در نهایت در اسید سوزانده و ناپدید کرده است. حکمی عادلانه نه؟ اقبال بین سالهای 1978 تا 1999 بیش از 100 پسر بچه 6 تا 16 ساله را با روشی که گفتم به قتل رسانده است. در سال 2001 قبل از اعلام رأی نهایی دادگاه در سلول زندان خودش رو دار میزنه. اقبال متولد 1956 در پاکستان بود. او اگر مرتکب به این قتل ها نمیشد امروز یک مرد 64 ساله بود. شماره 8: رودنی جیمز آلکالا. با ترفندهای مردانه دل زنان زیبا را به دست می آورد. البته حضوری. خوشبختانه یا متاسفانه پس از مدتی معلوم شد که آلکالای تگزاسی عامل قتل‌های وحشتناکی بوده. چرا در میان 10 تا از بی‌رحم‌ترین قاتلین زنجیره‌ای قرار می‌گیرد؟ زیرا وقتی دستگیر شد صدها عکس از زنان و پسر بچه‌ها یافته شد که تا به امروز یک راز وحشتناک باقی مانده است. آلکالای محکوم به اعدام هیچ چیز را به یاد نمی‌آورد. شماره 7: تئودور روبرت بندی، معروف به تد بندی. در این میان چهره‌ای معصوم و یکی از جذاب‌ترین ها در میان این لیست 10 تایی ما است. اما پشت این ظاهر جذاب و دوست داشتنی جانوری بالفطره نهفته است. جانوری که در برابر قربانی تجاوز جنسی می‌کرده، مورد شکنجه و آزار قرار می‌داده و در نهایت به قتل می‌رساند. تد با فلوکس خودش یک زنجیره خونین را در سراسر آمریکا به راه می‌اندازه. هدف نهایی او زنان بودند و استثناءً فقط زن‌های جذاب. تئودور روبرت بندی در تاریخ 24 ژانویه 1989 روی صندلی الکتریکی اعدام شد. او در طی 4 سال حداقل 30 دختر زیبا را ربوده و مورد تجاوز قرار داده است. گمانها بر این است که در واقع بیش از 100 مورد بوده. در سال 2019 فیلمی درباره جنایت او پخش شد، اکستریملی ویکد، با بازی نقش اول زاک افرون. شماره 6: یانگ سینهای. یانگ سینهای کابوسی بود که به واقعیت تبدیل شد. کسی که به عنوان هیولای قتل‌های سریالی چینی شناخته شده، بین سالهای 2000 و 2003 ده‌ها خانواده را در خواب قتل عام کرده است. حداقل به 23 مورد از زنان تجاوز کرده. در
مجموع با تبر، چکش یا بیل 67 انسان را قصابی کرده. یانگ سین های که متولد 1968 است، انگیزه خود را از این قتل‌ها اینگونه بیان کرده که دوست دخترش او را ترک کرده و به بهانه انتقام از جامعه تصمیم به این زنجیره از قتل‌ها گرفته است. در نهایت در سال 2004 محکوم به مرگ و اعدام شد. شماره 5 دانیل کارمارگو باربوسا. پیامدهای زورگویی چه میتواند باشد؟ جوابش را میتوان از زندگی دانیل کارمارگو باربوسا یافت. نامادری او برایش لباسهای دخترانه و مدل موهای دخترانه میگذاشت، چیزی که باعث سوژه بچه‌های دیگر میشد. وسوسه انتقام خود را از یک دختر کاملا باکره شروع کرد. سادیسم باربوسا باعث میشه در کلمبیا و اکوادور بین سالهای 1974 تا 86 چیزی بین 72 تا 150 دختر را ابتدا مورد تجاوز قرار میداده و سپس به قتل میرسانده. در سال 1986 به اشد مجازات محکوم شد. در سال 1994 در زندان توسط پسرعموی یکی از قربانیان کشته شد. شماره 4 سرگئی چاخ. خطرناکتر از یک قاتل دیوانه است که آموزش دیده باشد. او که اهل بیولوژی روسیه بود، ابتدا در دانشگاه رشته جرم شناسی را پشت سر گذاشته به عنوان بازپرس جنایی کار میکرد. پس از اخراج از کار چهره واقعیش را نشان میده. چاخ بین سالهای 1984 تا 2005 بیش از 100 دختر و زن را به قتل رسانده. در ضمن مورد تجاوز جنسی هم قرار داده است. همچنین اظهار داشته که مأموران بیکفایت دایره جنایی باید کنار بکشند، چون در هنگام دستگیری گفته که 20 سال است که من منتظر شما بودم که بیایید. با حکم 36 بار حبس ابد در سال 2018 بر اثر نادرسایی قلبی در زندان مرد. شماره 3 لوئیز آلفردو گاراویتو کوبیوس. او مورد تجاوز قرار میداده و میکشته. در دهه 90 میلادی 138 تا حداقل 300 پسر نوجوان را به قتل رسانده. کوبیوس در سال 1999 به 1853 سال و 9 روز زندان محکوم شد، اما چون در زندان رفتار خوبی داشته و در مورد جای اجساد اعتراف کرده، حکم حبس او به 22 سال کاهش پیدا کرد. خب یعنی بر اساس قوانین کلمبیا سال بعد آزاد خواهد شد. پس مسافرت‌های سال آیندهمون رو به کلمبیا خط بزنیم بهتره. شماره 2 هارولد شیپمن که فقط یه عمو دکتر مهربون به نظر میرسه. چرا؟ بوده در میان پزشکان بریتانیایی خیلی هم محبوب بوده. او با محبت همیشه برای بیمارانش وقت داشت، از آنها مراقبت میکرد، البته که ویزیت خانگی هم انجام میداده. در چنین مواردی اما او دکتر مرگ بود. بین سالهای 1975 تا 1998 دست کم 250 تا 457 نفر از بیمارانش را که عمدتاً سالمند بودند به قتل رسانده. در اغلب موارد بنا به وصیت‌نامه‌ای که به جا می‌مانده، پزشک معالج تنها وارث آنها می‌شده. سال 2000 بزرگترین قاتل زنجیره‌ای انگلستان به حبس ابد محکوم شد. شیپمن در سال 2004 در سلول زندان خودش را به دار آویخت. شماره 1 پدرو آلونسو لوپس. این هیولای بیرحم که متولد 1948 است، بین سالهای 1960 تا 1980 دست کم 300 دختر را در کلمبیا، پرو و اکوادور به قتل رسانده است. در ابتدا مقامات دولتی فکر می‌کردند لوپس فقط می‌خواد خودش رو مهم جلوه بده. البته پس از اینکه شخصاً خودش رو معرفی و به جرم‌های وحشتناکی اعتراف کرده بود، خب در نهایت آنها را قانع می‌کند با نشان دادن گورهای دست جمعی که دختران را در آنجا دفن کرده بود. او را در نهایت به جرم قتل بازداشت کردند، سپس به کلینیک روانپزشکی منتقل شد، اما از آنجا در سال 1999 مرخص شد. از آن زمان تا کنون هیچ اثری از این هیولای خطرناک مشاهده نشده. اما همه اینها جنایات جزئی به حساب میان وقتی حرف از اعمال جنایتکارانه اسکار اوسوالدو گارسیا مونتویا یا اسم مستعار دیگر آلیاس کارلوس ریکاردو یا ال کمپایتو به میان میاد. این آدمکش حرفه‌ای که سفارشات کارتل‌های مواد مخدر در مکزیک را انجام میداده، به بیش از 600 قتل اعتراف کرده است. تا به امروز جنگ‌های مواد مخدر داخلی در مکزیک منجر به کشته شدن 250,000 نفر شده است. چقدر آدم‌های بیرحم و سنگدل در جهان پیرامون ما وجود دارد. امیدوارم از ویدیو جدید ما لذت برده باشید. اگر اینطور بوده پس یک لایک به ما هدیه کنید. ممنون میشم این ویدیو رو با دوستانتون به اشتراک بگذارید. اگر برای اولین بار به کانال کندو آمدید، سابسکرایب کنید و زنگوله کناریش رو بزنید تا ویدیو بعدی رو از دست ندهید. اینجا
در کانال کندو هر هفته سه شنبه ها، جمعه ها و یک شنبه ها یک ویدیوی ناب جدید و جذاب آپلود میشه. در کامنت ها نظر خودتون رو بنویسید. در مجموع از هر نقطه نظری که دارید خوشحال میشم. در غیر این صورت اگر از ویدیو خوشتون اومده کانال رو لطفاً کانال کندو را سابسکرایب کنید. به امید دیدار اینجا در کانال کندو.